با احساسات منفی چه کار کنیم؟ متاسفانه نه در مدرسه و نه در دانشگاه به ما درست آموزش ندادند که با احساسات منفی خودمون چه کار کنیم. حتی خانواده ها هم کار چندان قابل قبولی توی این زمینه برای ما انجام ندادند. به همین دلیله که وقتی ما دچار احساسات منفی میشیم عذاب میکشیم، سردرگم میشیم و نمیدونیم که دقیقاً باید چه کاری رو انجام بدهیم. به همین دلیل سراغ بسیاری رفتارهای ناسالم میریم یا راهها و روشهایی رو برای کنترل این احساسات منفی در پیش میگیریم که ممکنه برای ما آسیبزا یا حتی تخریبگرانه باشند. با من همراه باشید. توی این ویدیو قرار راجع به این صحبت کنیم که احساسات منفی خودمون رو چجوری کنترل و مدیریت کنیم. توی این ویدیو میخوام راجع به 6 مرحله با شما صحبت کنم که به شما کمک میکنه احساسات منفی خودتون رو مدیریت و کنترل کنید. در واقع راه صحیح مواجهه و برخورد با احساسات منفی رو قراره به بحث بذاریم. اما قبل از اینکه شروع کنیم لازمه توضیح بدیم و تعریف کنیم که احساسات منفی چه چیزی است. احساس منفی هر حسی هست که در تجربه آگاهانه ما پدید میاد و باعث میشه که به ما حال ناخوشایندی بده. به عنوان نمونه غم یک احساس منفی هست. اضطراب، خشم، نگرانی، ترس، تمام اینها احساسات منفی هستند و واضحاً منظور ما اینها هست. توجه داشته باشید که ما وقتی از اونها به عنوان احساس منفی یاد میکنیم به این معنی نیست که اونها بد هستند و نباید وجود داشته باشند. بدن ما کاملا هوشمنده و هر احساسی رو که در ما تولید میکنه به دلیل خوبی هست، به دلیلی هست که به نفع ماهیت ما و کلیت بدن ما و مغز ما هست. اما خب ممکنه ما در زندگی روزمره خود با داستان‌ها و روایت‌هایی برای خود مواجه باشیم که این احساسات رو در مسیر کار خود و مانع عملکرد خودمون ببینیم، بنابراین بر اونها برچسب منفی میزنیم. اما منفی به معنایی که ما توی این ویدیو از پادگفت ازش یاد میکنیم این هست که احساس ناخوشایندی هست. تجربه اون تجربه خوشایند و رضایت بخشی نیست، به ما احساس ناراحتی میده. اما مشکل کجاست؟ چرا تحمل احساسات منفی تا این اندازه برای ما دشواره؟ چرا وقتی با یک احساس منفی مواجه میشیم به رفتارهای تخریبگرایانه‌ای روی میاریم؟ مثلا ممکنه یک فردی شروع کنه به سیگار کشیدن، زیاده روی در پرخوری عصبی انجام بده. ممکنه فردی اشتهاش رو از دست بده. کسی ممکنه الکل بنوشه و مصرف مواد مخدر. اینها موارد حاد و بحرانی هست. بسیاری از کارهای دیگه‌ای که افراد به هنگام مواجهه با احساسات منفی انجام میدن ضرورتاً ممکنه ناسالم به نظر نرسن، اما فرد شب رو تا صبح نمیخوابه و به این فکر میکنه که این اضطرابی که داره، این مسئله‌ای که قرار فردا باش مواجه بشه رو باید چه کار کنه. این احساس غمی که ناشی از جدایی و بریکاپی که با پارتنر خودش داشته رو باید چه کار کنه. فردی داره پروسه طلاق رو تجربه میکنه، با این احساسات منفیش باید چه کار کنه. به فردی خیانت شده، با احساسات منفیش باید چه کار کنه. یک مصاحبه شغلی پیش روی شماست که برای شما بسیار استرس‌آور، معامله‌ای رو پیش رو دارید که نگرانتون میکنه. تمام اینها
فردی کاری کرده که خشم زیادی رو در شما به وجود آورده. تمام اینها و بسیاری بسیار از موقعیت‌های دیگر که در ما تولید احساسات منفی میکنه. اما ما با این احساسات باید چه کار کنیم؟ 6 مرحله رو با هم دیگه مرور میکنیم. این یک مدل 6 مرحله‌ای هست که ما در پادگفت برای مواجهه با احساسات منفی به شما توصیه میکنیم استفاده کنید. مرحله اول که مهمترین مرحله هم هست و تقریبا اکثر افراد چون مهارت کافی برای مواجهه با احساسات منفی رو ندارن، توی همین مرحله اول دچار خطا میشن. یعنی اصلا به مرحله اول کار اونها کشیده نمیشه. مرحله اول اینه که به احساس منفی اجازه بدهیم که باشد و خطای اکثریت آدم ها رو انجام ندیم. یعنی در مقابل اون مقاومت نکنیم، اون رو پس نزنیم. چون منطقی هم به نظر میرسه اگر ما احساس منفی رو داریم تجربه میکنیم، در اولین گام میخوایم از شرش خلاص شیم. اما این اشتباهه. گام اول در مدل ما در پادگفت اینه که به احساس اجازه بدیم باشد، اون رو پس نزنیم، با اون درگیر نشیم. این گام اوله. گام دوم و مرحله دوم که بسیار حائز اهمیت و مهم هست و شاید تا حدودی انجام دادن اون لازم داشته باشه که یک سری مهارت‌های دیگر رو هم شما داشته باشید. مهارت‌هایی مثل تمرکز، کنترل توجه و ساکت کردن ذهن که ما برای تمام اینها در پادگفت ویدیوهایی داریم. ویدیوی من در مورد ساکت کردن ذهن رو مشاهده کنید، لینکش رو اینجا میذارم، و ویدیوی من در مورد مدیتیشن که قسمت سوم از مجموعه کلیات هست رو ببینید. به زودی ویدیوهای بیشتری هم ضبط خواهم کرد در مورد تکنیک های مختلفی که ما به هنگام مدیتیشن میتونیم استفاده کنیم. اما گام دوم اینه که خب پس ما به احساس منفی اجازه دادیم که باشد، اون رو پس نزدیم. مرحله دوم که باز هم اکثر آدم ها این کار رو به اشتباه انجام میدن این هست که اون احساس رو قضاوت نکنیم. قضاوت نکردن به چه معنا؟ نگیم که این یک احساس بده. حتی این لفظ احساس منفی رو هم براش استفاده نکنیم. نگیم این بده یا خوبه. نگیم این به نفع منه یا به نفع من نیست. ما اگر از واژه احساس منفی داریم توی این ویدیو استفاده میکنیم، به خاطر محدودیت زبانی که داریم ما در واقع به نحوی باید این احساسات رو مورد اشاره قرار بدیم. اما این اشاره قرار دادنه، توجه داشته باشید که قضاوت نیست، صرفا یک برچسب زدیم. اما مرحله دوم دقیقاً این اتفاق نباید بیفته. یعنی احساس منفی نباید قضاوت بشه و نه به اون برچسب بد زده بشه. یک، احساس هست. دو، من قضاوتش نمی کنم. بهش نمیگم این بده یا خوبه. بهش نمیگم این مانع کار من شده. حتی بهش نمیگم که این برای رشد من لازمه. هیچ قضاوتی از احساس منفی انجام نمیدیم. مرحله سوم، اگر جز افرادی باشید که ذهن منطقی دارند و مدام مشغول پرفکری هستند، احتمالا مرحله سوم برای شما دشوارترین مرحله باشه. چون اصولاً افرادی که ذهن اصطلاحاً مانکی مایند دارند، ذهن منطقی و فعالی دارند و پرکاری دارند و تحلیلگر هستند،
تمایلی به پذیرش کامل و آنی احساسات ندارن. توی مرحله سوم اتفاقی که میفته این هست: شما با قضاوت نکردن ذهن رو از تحلیل احساس دور کردید در مرحله دوم. در مرحله سوم اون رو کاملا به صورت فیزیکی احساسش کنید. یک حقیقتی وجود دارد در مورد احساسات که ما کمتر به اون توجه میکنیم و اون این هست که همه احساسات یک نمود فیزیکی در جسم و بدن ما دارند. در مرحله سوم کاملا به طور فیزیکی با حسی که این احساس در بدن ما ایجاد کرده تماس برقرار میکنیم. به عبارت ساده تر، احساس رو در بدن خود به طور کامل لمسش کنید. اگر اضطراب هست، توجه کنید که در قسمت بالایی شکم شما چه حسی وجود داره. اگر بغض و ناراحتی هست، احتمالاً در قسمت گلو باشه. اگر خشم هست، ممکنه در قسمت سینه باشه یا در مغز حسش کنید. در هر صورت اون جنبه فیزیکی احساس رو در بدن کامل حسش کنید و همچنان اجازه بدید باشه. پس یه مرور با هم داشته باشیم. مرحله اول اجازه بدیم که احساس باشه، ازش فرار نکنیم. مرحله دوم قضاوتش نکنیم. مرحله سوم به صورت فیزیکی و بدون منتال چتر یا بدون تحلیل ذهنی حسش کنیم. این مرحله سوم هست. در مرحله چهارم وارد بخشی میشیم که اکثریت افراد از اون آگاه نیستن، مگر اینکه تجربه تراپی، روان درمانی یا حداقل درون‌نگری فراوانی داشته باشن. مرحله چهارم بسیار کلیدی و بسیار مهمه و اون این هست که ما به روایت و داستانی که پیرامون اون احساس برای خودمون از قبل ساختیم دامن نزنیم. با ذکر مثال توضیح میدم. فردا یک مصاحبه شغلی مهم دارم، یا اصلا نه، فردا یک دیت دارم با فردی که مدت‌ها منتظر بودم با اون سر قرار برم. اضطراب شدیدی سراسر وجود من رو فرا گرفته. داستان این اضطراب چیه؟ داستانی که من به خودم میگم احتمالاً این هست که من آدم ضعیفی هستم. این کاریه که افراد دیگه بارها انجام دادن. دوست من تا حالا 10 بار مصاحبه شغلی رفته، رد هم شده، هیچ اتفاقی هم نیفتاده، بالاخره یه شغل دیگه پیدا کرده. اون یکی شخص بارها دیت رفته، بعضیاش موفق بوده، بعضیاش ناموفق بوده، هیچ اتفاقی نیفته. پس من چرا این اضطراب رو دارم؟ این اضطراب یعنی من آدم ضعیفی هستم. اصلا من همیشه برای همه چیز اضطراب زیادی دارم. من آدمی هستم که کلاً مضطربم. من آدمی هستم که تسلط روی خودم ندارم، دارم عرق زیادی هم میکنم. این خیلی بده. شب رو احتمالاً همه اینها داستان هست. اون روایتی هست که ما پیرامون این احساس ساختیم. توجه کنید چیزی که وجود داره صرفاً یک حس فیزیکی در قسمت شکم هست، اما ما چه داستانی ساختیم، داستانی که چنان بار و بنه معنایی داشت که حتی به هویت ما هم گره خورد. داستان پیرامون احساس رو تغذیه نکنیم، روایت سازی و داستان سازی نکنیم. این مرحله چهارم بود. مرحله پنجم که مرحله
بسیار مهمی هم هست این است که اجازه بدیم این احساسات سیکل خودش رو به طور کامل طی کنه. ما در مرحله اول اجازه دادیم که احساسات باشن، در مرحله دوم اونها رو قضاوت نکردیم، در مرحله سوم توی بدن احساسش کردیم به لحاظ فیزیکی و بدون تحلیل ذهنی. در مرحله چهارم به روایت سازی و داستان سازی در مورد احساس نپرداختیم و در مرحله پنجم ما اجازه میدیم که این رویه طی بشه. قطعاً میدونید که احساسات منفی به شکل موج به سمت ما میان و این موج بارها و بارها تکرار میشه. مثلا اگر یک بریکاپ یا جدایی از پارتنر عاطفی خودتون رو تجربه کرده باشید، ببینید که یک مدتی اوکی هست، یهو احساسات اوج میگیره، دوباره پایین میاد، دوباره اوج میگیره، یهو اوج خیلی شدید میگیره، پایین تر میاد، به صورت موج سراغ ما میاد. وقتی که این 4 مرحله رو طی کردیم، در مرحله پنجم ما به اینجا میرسیم که فقط باید اجازه بدیم اینها اتفاق بیفته، این موجها بیاد و بره و پروسه خودش رو تکمیل کنه. تا در نهایت به مرحله ششم برسیم. در مرحله ششم و مرحله نهایی ما با فضای ندانستن که من نمیدانم واقعا این احساسی که دارم چی هست، چرا این طوری شد و اصلا در موردش فکر نمی کنم، فقط همونجا نشستم، پروسه داره طی میشه، داره به انتهای خودش میرسه. تو این مرحله اگر درست پیش رفته باشید احتمالا متوجه میشید که دیگه اون شدت و اون شدتی که باعث آزردگی شما میشد دیگه به اون مقدار اولیه وجود نداره. کمی آرامتر شدید، انگار به یک آرامشی با این احساس رسیدید. اگر خشم هست، اگر غم هست، اگر اضطراب هست، اگر ترس هست، انگار که اون احساس اونجا هست ولی شما به یک آرامشی باش رسیدید و یک فضایی برای شما فراهم میشه، یک فضای تجربی، یک فضای ذهنی برای شما فراهم میشه که جوابها به سراغ شما میان و این جوابهای فکری و منطقی نیستند، اینها جوابهای بینشی هستند. انگار که شما، روح شما و ذهن شما در طی این فرایند پالایش شده و الان به یک دیدگاه، به یک نقطه نظر دست پیدا کردید راجع به این احساس که انگار قطعات مختلف پازل به نحوی در جای درست خودشون نشونده شدن. پس مرحله اول اجازه میدیم که احساس باشه، مرحله دوم اون رو قضاوت نمی کنیم، مرحله سوم حس فیزیکیش رو در بدن لمس می کنیم و حس می کنیم، مرحله چهارم داستان سازی و روایت سازی نمی کنیم، در مرحله پنجم اجازه میدیم که فرایند کار خودش رو انجام بده، فرایند بدنی و احساسی، و در مرحله ششم در فضای آرامش با وجود احساس قرار میگیریم. اندکی متناقض به نظر میرسه اما با تمرین قابل دسترسه. توجه داشته باشید که در طی این 6 مرحله شما نباید قصد و نیت این رو در خودتون نگه دارید که از شر این احساس راحت بشید. اجازه دادن به احساس برای حضورش به این معنا نیست که
منتظر من اجازه میدم این احساس اینجا باشه تا زودتر بره. هر چقدر بیشتر رها کنم و حسش کنم با بدن خودم زودتر میرنم. این مانع کار خواهد بود. ما بر اساس آن احساس منفی که داریم تجربه میکنیم تصمیم گیری نمی کنیم، نتیجه گیری نمی کنیم، برنامه نمی ریزیم، استدلال و تحلیل نمی کنیم، تجزیه نمی کنیم. زبان احساس زبان تفکر نیست. درسته که احساس از تفکر تأثیر پذیره و تفکر هم بسیار از احساس تأثیر پذیره، اما حل و فصل گیر و گرفت احساسی به واسطه تفکر صرف ممکن نیست. این رو روانشناسان و روانپزشکان هم به شما همین رو خواهند گفت. اگر تجربه تراپی داشته باشید قطعا این رو شنیدید. اون بخش شناختی که در فرایند درمان انجام میشه، اون یک مکملی هست برای مهارت‌های احساسی، مثل همین مواجهه چرخه 6 مرحله احساسات منفی که توی این ویدیو راجبش صحبت کردیم. قطعاً اگر درگیر اضطراب یا وسواس فکری بوده باشید تایید می‌کنید که اضطراب رو به وسیله فکر کردن نمیشه حل کرد. من سالها از حملات اضطرابی رنج می‌بردم، چون خیلی آدم ماتریالیستی منطقی گرایی بودم، عقل گرایی بودم. همیشه وقتی دچار یک اضطراب شدید می شدم سعی می کردم این رو با استدلال، تفکر و تحلیل حل کنم. کمکی نمی کرد، اگر هم می کرد بسیار مقطعی و کوتاه بود. حل و فصل گیر و گرفت های احساسی به واسطه تفکر صرف ممکن نیست. تفکر بیشتر نقش کمک کننده میتونه داشته باشه، نقش ادویه‌ای که در غذا استفاده میکنیم. یکی از دلایلی که من توی پادگفتم زیاد اشاره میکنم که فکر کردن صرفاً یک ابزاره و راه حل و پاسخ هر چیزی نیست و اصلاً یک ارزش نیست، یک ارزش والایی نیست که ما فکر کردن رو به عنوان یک کار ارزشمند تلقی کنیم که راه حل همه چیه. این گونه نیست. بسیاری از مسائل به خصوص در حوزه کاری پادگفت، تجربه کاوی و افزایش کیفیت تجربه، به واسطه فکر کردن نتیجه‌ای نخواهند داشت. هرچند که فکر کردن مهمه، ارزشمند، ضروری و لازمه، اما در بسیاری از مسائل مربوط به حوزه تجربه فکر کافی نیست، حتی نزدیک به کافی هم نیست و افراد رو در تله‌های استدلالی، منطقی و شناختی خواهد انداخت. در واقع افراد رو دچار خطای شناختی، ایلوژن، من از واژه خطای شناختی به عنوان ترجمه ایلوژن استفاده میکنم با توهم اشتباه گرفته نشه، فرد دچار خطای شناختی میکنه. مواجهه با احساسات هم به همین شکل است، احساسات منفی. پس یک تمرین برای شما دارم. دفعه بعدی که دچار هر احساس منفی شدید، این 6 مرحله رو سعی کنید پیش ببرید. اینها رو روی کاغذ بنویسید. احساس منفی که سراغ شما آمد، مرحله به مرحله که انجام دادید تیک بزنید. در نظر داشته باشید که در بار اول و دوم و حتی بیشتر از اون هم، ششم و هفتم و هشتم، ممکنه که به صورت بی‌نقص نتونید این رو انجام بدید. این یک مهارته که نیاز به تمرین داره. ممکنه که مراحل رو شروع میکنید به تیک زدن، گاهن در رفت و آمد باشید بین این مراحل، به خصوص در 3-4 مرحله اول.
اجازه میدید احساس باشه، سعی میکنید قضاوت نکنید، اون رو میخواید در بدن پیدا کنید، یهو میبینید شروع کردید به قضاوت کردن. بیشتر از این که یک شکل پلکانی داشته باشه، انگار که چند دگمه جلوی شما روی میز قرار گرفتن که به طور همزمان باید به اونها رسیدگی کنید. خیلی ترتیب 1 2 3 4 5 6 رو در تجربه و در عمل تجربه نخواهید کرد و نخواهید داشت که مرحله به مرحله پیش برید. اگر بتونید این کار رو انجام بدید که احتمالاً نخواهید توانست، بسیار عالیه. اما اگر دیدید مرحله به مرحله انجام نمیشه، بدانید که طبیعی است و اصلا قرار نیست این گونه انجام بشه. این رو ما این گونه مدل کردیم که درک بهتری ازش داشته باشیم. این تکنیک رو اگر احساس میکنید که این تکنیک مفید بود و امتحانش کردید و برای شما جواب داد و نتیجه خوبی ازش گرفتید، حتما کامنت کنید. اگر همین الان که دارید این ویدیو رو میبینید در دوران سختی هستید، دارید احساسات منفی و دشواری رو تجربه میکنید، پادگفت رو سابسکرایب کنید. ما در این کانال در مورد افزایش کیفیت تجربه صحبت میکنیم، میتونه بسیار به شما کمک کنه. این ویدیو رو لایک کنید، کامنت کنید، از تجربه خودتون بگید، با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون که تا انتها تماشا کردید.